اگر خجالت میکشی در مورد مسائل خصوصی با دیگران صحبت کنی، تو این ویدیو با من همراه باش. خیلی‌ها به دنبال داروهایی میگردن که کیفیت زندگی جنسیشون رو بیشتر بکنه. تبلیغات توی فضای مجازی در این مورد هم که ته نداره. اما آیا واقعا همچین داروهایی وجود دارن؟ کی و کجا باید مصرف بشن؟ مصرفشون چه خطراتی داره؟ توی این ویدیو میخوایم با هم دیگه به این سوالا جواب بدیم. برای جواب دادن به سوالاتمون باید قبل از هر چیزی فرق بین این دوتا کلمه رو بشناسیم. میل جنسی، عملکرد جنسی. دوستان این دوتا با هم دیگه خیلی متفاوتن. حالا چجوری؟ بیایم براتون توضیح بدم. خیلی از داروها دوستان، حتی داروهای معروف مثل ویاگرا، میل جنسی رو تغییر نمیدن، بلکه عملکرد جنسی رو بهتر میکنن. پس اولین قدم در انتخاب یکی از این داروها اینه که ببینیم در کدوم قسمت مشکل داریم. داروهایی که مصرفشون برای افزایش میل جنسی، تاییدیه و شواهد علمی کافی داره، برخلاف تصور بیشتر برای خانم‌ها استفاده میشه. از این دسته داروها میتونم به دو مورد اشاره بکنم. 1. فیلبانسرین، 2. برملانوتاین. اگر ساکن ایران هستین همینجا بهتون بگم که دنبال این دوتا دارو توی داروخونه ها نگردین دوستان. هیچ کدوم از این دوتا دارو ژنریک ایران نیست. برای آقایون چطور؟ برای آقایون مصرف داروهایی که خاصیت آندروژنیک دارن، من جمله تستوسترون، میتونه باعث افزایش میل جنسی بشه. نکته خیلی مهم دوستان در مورد همه این داروها اینه که عوارض مصرف این داروها میتونه خیلی جدی باشه. بنابراین خواهش میکنم تحت هیچ شرایطی این داروها رو بدون تجویز پزشک مصرف نکنید. سوال: پس ویاگرا دقیقاً چه کار میکنه؟ تا اینجا در مورد داروهایی صحبت کردیم که روی میل جنسی تاثیر میذاشتن. از اینجا به بعد میخوایم با هم دیگه یه سری داروهایی رو بشناسیم که روی عملکرد جنسی تاثیر میذارن. سیلدنافیل، تادالافیل و واردنافیل داروهای یک دسته دارویی هستند که در واقع میل جنسی رو زیاد نمی‌کنن، بلکه با افزایش خونرسانی باعث کیفیت عملکرد جنسی در آقایون میشن. آیا مصرفشون توی خانم‌ها هم توجیه داره؟ بعضی از منابع علمی دیدن که مصرف سیالیس یا قرص تادالافیل تونسته عملکرد جنسی رو توی خانم‌ها هم افزایش بده. مصرف سیلدنافیل، تادالافیل و واردنافیل در مجموع برای فرد مشکلی ایجاد نمی‌کنه. اما همینجا بگم اگر مبتلا به فشار خون یا بیماری‌های قلبی هستین و دارویی از دسته نیترات‌ها مصرف می‌کنید، مصرف این دسته دارویی برای شما ممنوعه. خب دیگه چی داریم؟ داپوکستین. داپوکستین یه داروی نسبتاً جدید، کوتاه اثر و از دسته SSRI هاست که میتونه باعث بهبود اختلالات عملکرد جنسی در آقایون بشه. نحوه مصرفش 30 تا 60 میلی گرم نیم ساعت قبل از رابطه است و محدودیت‌های سیلدنافیل رو هم نداره. خب فقط همینا بود؟ نه. تا اینجا در مورد داروهای صحبت کردیم که تجویزشون حتما نیاز به نظر پزشک معالج داشت. اما از اینجا به بعد میخوایم در مورد داروهای صحبت بکنیم که پایه گیاهی دارن، عوارض کمی دارن و اثر بخشی خیلی خوب دارن و از همه مهمترین که در دسترس همه ما هستن. ادامه ویدیو رو ببین. از مکمل‌های غذایی مصرف زینک، ویتامین دی، الاژنین و امگا 3 میتونه باعث تقویت میل جنسی هم در خانم‌ها و هم در آقایون بشه. این مکمل‌ها به تنهایی یا در ترکیب با همدیگه و با سایر ترکیباتی که در ادامه در موردش صحبت می‌کنیم توی داروخونه موجودن. اگر دوست داری در مورد برندشون بیشتر بدونی، میتونی سوالاتو توی کامنت برام بنویسی. ترکیبات گیاهی که برای تقویت میل جنسی و بهبود عملکرد جنسی استفاده میشن تنوع خیلی زیادی دارن که در ادامه یکی یکیشون رو براتون معرفی میکنم. اولین، مهمترین، معروفترین و پرکاربردترینش دوستان جنسینگه. اصلا معروفه به وایاگرای گیاهی. جنسینگ چه کار میکنه؟ جنسینگ هم توی خانم‌ها و هم توی آقایون باعث بهبود عملکرد جنسی و افزایش میل جنسی میشه. اثر بخش خیلی خوبی داره، عوارض جانبی مهمی نداره
به شکل تنهایی و در ترکیب با سایر مکمل‌ها و ترکیبات گیاهی در داروخانه‌ها موجوده که میتونین از داروسازتون در مورد انواع برندهاش راهنمایی بگیرید. ترکیب گیاهی بعدی تریبولوس یا به اسم ایرانیش خارخاسکه. یک گیاه معروف و محبوب در طب سنتی چینی و طب سنتی ایرانی برای افزایش میل جنسی هم در خانم‌ها و هم در آقایون. هم به صورت تنهایی توی داروخونه پیدا میشه، هم در ترکیب با سایر مکمل‌ها با برندهای مختلف. ترکیب بعدی ماکاست. ماکا یک گیاهه که اصالتاً بومی پروه. دیده شده که عصاره گیاه ماکا که از ریشش گرفته میشه میتونه باعث افزایش میل جنسی هم در خانم‌ها و هم در آقایون بشه. عصاره ریشه ماکا شاید به تنهایی هم پیدا بشه، ولی عمدتاً به صورت ترکیبی با سایر مکمل‌ها توی داروخونه میتونید تهیه‌اش بکنید. و اما آخرین گیاه یوهنبینه که به صورت قرص‌های 5 میلی گرمیش در داروخانه‌های ایران موجوده. در ترکیب با سایر گیاه‌ها هم میتونه به صورت مکمل وجود داشته باشه. دیده شده که عصاره یوهنبین میتونه باعث افزایش میل جنسی و بهبود عملکرد جنسی توی آقایون بشه. اما یه نکته مهم در مورد این دارو وجود داره که مصرفش میتونه باعث نوسانات فشار خون، افزایش ناگهانی فشار خون و تپش قلب بشه. بنابراین این روزا تقریبا کنار گذاشته شده و من هم به شما توصیه نمی‌کنم که ازش استفاده بکنید. پس بیاین یه جمع‌بندی بکنیم. توی مکمل‌ها زینک و امگا 3 و ویتامین دی و ال-آرژینین. توی ترکیبات گیاهی جنسینگ، ماکا و تریبولوس از همه معروفتر، محبوبتر و پرکاربردتر بودن که گفتیم هم به صورت تنهایی توی داروخونه‌ها هست، هم میتونین به صورت ترکیبی با برندهای مختلف پیداشون بکنید. اگر دوست دارین در مورد برندهاش بیشتر بدونین توی کامنت برام بنویسین، چون من توی ویدیو به خاطر محدودیت‌های تبلیغات نمیتونم اسم برند رو بیارم. در مورد یوهنبینم که یه بار دیگه تاکید میکنم به خاطر عوارض جانبی جدی و خطرناکی که داره امروزه دیگه استفاده نمیشه. خیلی ممنون که توی این ویدیو با من همراه بودین. اگر دوست دارین باز هم در مورد داروها چیزی رو به زبان ساده یاد بگیرین، ویدیوهای قبلی رو ببینید و کانال فارماکست فارسی رو سابسکرایب کنین و زنگوله رو هم بزنین تا هیچ ویدئویی رو از دست ندید.